салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба нашри навбатии барнома ахбори озодӣ ки шуморо бо тозаҳои тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунад. имрӯз 1 апрел аст ва нахуст аз сархати чанде аз мавзӯи барнома мегӯем. сарфи назар аз ҳосил шудани мувофиқат ба сулҳ ё не, президенти амрико мегӯяд дар 2 ва ё 3 ҳафтаи оянда амалиёт дар Эронро ба поён хоҳад расонд. برای آنها 15-20 سال لازم می شود که زیان از حمله های ما را برطرف کنند. از منزل زیست و جای کار برگزاری ریدی گسترده در خباروسک با بازداشت و مجازات و اخراج مهاجران از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی انجام یافت. و به دنبال آن گزارشی داریم درباره یکی از اولین رسانه‌های مستقل تاجیکستان آزیا پلوس که در این روزها 30مین سالگرد پایه‌گذاری‌اش را جشن می‌گیرد. آزیا پلوس از جمله آن رسانه تاجیکستانی است که بیرون از تاجیکستان خیلی مشتری زیاد دارد. کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو میگوید پایان نزاع با ایران نزدیک می شود و وقتی این عمل به وقوع پیوست آمریکا مجبور خواهد شد که روابطش با کشورهای عضو پیمان ناتو را بازنگری کند. جای یادآوری است که یکی از اعضای ناتو از کمک به آمریکا در مناقشه‌اش با ایران خودداری ورزیدند. در این باره پرزیدنت دونالد ترامپ مشخص‌تر حرف زده تخمین نمود که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 2 هفته نزدیک به پایان میرسد. موضوع را همکارم خیرامون بخوزاده ادامه میدهد. صبح 1 اپریل افسران پلیس اسرائیل در گوشه‌های پایتخت این کشور پاره‌های موشک‌های را جمع می‌کردند که یک شب پیش از آن در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل به مقابل ایران به تل‌آویو پرتاب شده بودند. مقامداران اسرائیلی درباره منطقه‌های اصابت دیده و زیان خبری بیشتری ندادند. 28 فوریه در روز اول جنگ ایران صدها موشک بالستیکی را به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه هوا داده بود ولی اکثر آن بی‌ضرر گردانیده شد. با گذشت 1 ماه از این جنگ شمار موشک‌های ایرانی به قدری نظررس کمتر ولی طبق معلومات از منبع‌های نظامی دسترس زیان از آنها بیشتر شده است. سبب چنین حال را کارشناسان در کاهش امکانات نظامی ایران می‌دانند که بر اساس حمله‌های آمریکا و اسرائیل ضعیف شدند. کلی گریکو شارح بلندپایه مرکز سیمپسون واشنگتن میگوید ضربه‌های آمریکا و اسرائیل به طور جدی به انفراساختار حربی ایران زیان رسانیدند. این شارح آمریکایی اضافه میکند که اکنون ایران مقیاس حمله‌هایش را خردتر کرده تلاش دارد به طور مشخص هدف‌های ارزشمند جانب مخالف را مورد آتش قرار دهد. شارح رادیو آزادی فرود بیژن می‌نویسد که ایران به مقصد توسعه جغرافیایی نزاع پایگاه‌های نظامی و سیستم‌های مدافع ضد هوایی خاورمیانه، کارخانه‌های نفت و گاز ایالات متحده آمریکا و ممالک عربی خلیج فارس و مؤسسه‌های انرژتیکی اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. در همین حال مقامداران بلندپایه آمریکایی اشاره کردند که تحولات در 2 سمت، یکی مذاکرات مستقیم با ایران و دیگر ختم نزاع حتی در صورت حاصل نشدن موافقت میان جانب‌های درگیر پیش می رود. به قول پرزیدنت ایالات متحده آمریکا احتمال بعد 2 و یا 3 هفته جنگ‌ها خاموش گردند. مهم نیست که آنها به سازش موافقت میکنند یا نه. ما آنها را به عقب پرتافتیم. برای آنها 15-20 سال لازم می شود که زیان از حمله های ما را برطرف کنند. رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد که شب گذشته کارخانه نظامی و به ویژه مؤسسه های استحصال موشک‌های ایرانی و چند پل مهم با آتش آمریکایی تخریب شدند. واشنگتن تخمین میکند که بیش از 90% پایگاه‌های موشکی ایران تخریب شده است و این شهادت محو برنامه موشکی تهران است. در این مورد اسرائیل هم تاکید میکند که از آغاز جنگ بیش از 70% پایگاه‌های ضد هوایی و انبارهای اسلحه ایران از بین برده شده است ولی باز هم در سراسر خاورمیانه صدای بانگ خطر به گوش میرسد. در پای عملیات گسترده در منطقه خباروسک روسیه بیش از 100 مکانی بودوباش مهاجران کاری مورد تفتیش کارمندان پلیس و نیروهای راسگواردیا قرار گرفتند. خدمات مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی این منطقه روز 1 اپریل گزارش داد که در جریان ریدها اکثرا مکان زیست مهاجران و 21 نقطه سودا
سنجیده شده است. در نتیجه تفتیش 113 پرونده مأموری ترتیب یافته مبلغ جریمه استانیده شده 3 میلیون روبل را تشکیل داده است. همچنین قرار اخراج 23 شهروند خارجی که گفته می شود بود و باش غیر قانونی داشتند صادر گردیده است. علاوه بر این مقامات حفظی حقوق برای ثبت نام قلبکی شهروندان خارجی و به قیدگیری تقلبی شهروندان روسیه 4 پرونده جنایی باز کردند. روسیه در دوام 2 سال اخیر علاقه دهها قانون محدود کننده حضور مهاجران کاری را قبول و با این را 10,000 خارجی را اخراج نمود. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته از روسیه بیش از 30,000 مهاجر تاجیکستانی رانده شدند. احتمال می رود این عدد به مراتب بیشتر باشد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپی ما را بگیرید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. گروهی از ساکنان ناحیه باباجان غفورов برای از دست رفتن زمین‌های کشاورزیشان نگران می‌باشند. بیش از 10 عائله ادعا دارند که سالها با طبق شرطنامه قطعه‌های نزدی حولیه‌شان را آباد و سرسبز گردانیدند، اما مقامات محلی به رضایت آنها این زمین را به دیگر شهروند واگذار کرده است. فرزان محمدی در این موضوع تفصیلاتی بیشتر دارد. همچون پرتاب ایستاده بود ما تازه کده اینجا کار کده همین پرنیکو سانی باغ کدگی. این قطعه زمین در ناحیه باباجان غفورov در ولایت سوخت باعث به بحث بیش از 10 عائله با مقامات محلی گشته است. یکی از دعواگران رحیم جان ابراهیموف است و بیش از 30 سال باز در این زمینی به گفتهش یک زمان بیکار خوابیده لیمو و زراعت‌های دیگر می‌پرورد و از این حساب قسمی درآمد عائله را می‌یابد. مقامات حدود 1 سال پیش از او طلب کردند که زمین را خالی کند چون در جایش بینای استقامتی خواهند ساخت. ما آگاهی کردن که همخیلی زمین دیکاس گفتگی جه قرارش برامدگی ما یابو پرکوراتور مراجعت کرده بودیم. پرکوراتور اعتراض داده بود و با از دیگه با قرارشونه با از دیگه برقرار کردن و ها جه سرتیفیکت و آشونه گفتاسیامه. شیراز خوجه کاملوف ساکن دهه آبشاران در ناحیه باباجان غفورov نیز با همین دشواری روبرو است. اینجا سانخلاق بود، موسورپاتا بود. این همه اینجا خداوند پدر ماشین یک چند ماشین گفتیم اینجا خاک رو باید پاتفته اینجا آباد کردگی. همین تولد خودم 86 من 4 ساله بودم. من همین 40 سال شده 40 سال ایسی من همینجا کلانش تا این باغه هم باغ این پدر کرده موندگی. اگه باغ به سوی پیدا شده میگن که یکم درخت غلطونده اینجا خانه همین زمان کتیجه همین زمان میسازیم میگن. اکثر این خانواده ها میگویند برای استفاده زمین با مقامات محلی قرارداد دارند و طبق قانون به رضایت آنها کسی نمیتواند زمین ها را با مقصد دیگر از جمله بنیاد خانه استفاده برد. بعضی از این حجت ها را رادیوی آزادی هم دید. جماعت ما قرار که دادن договор کردن زمین نالوگش میسپاریم. گفتن که обче کارگونتون اولینده یک 5 سال آنالوگ آزاد بودیم. من کیم پارنیک کرد کیم درختای 20 ساله کرد کیم обче کاری کرد. همین همقدر سالیسی استفاده میبریم. هر یک درنده 3 تا 4 تا پسرشان های یا دخترشان های. من شخصا خود من 4 بچه من 4 کلین دامادم 8 کس من کامپیرم 10 کس 10 تا نیورم 20 کس ایم 10 در رنده 200 تا آدمش های که همجا بهره میبریم. به نقل ساکنان رئیس سابق ناحیه باباجان غفورov سال گذشته همه این قطعه ها را به نام شهروند کمال روزیوف گذرانده است. کوشش های ما برای گرفتن نظر او تا این دم نتیجه نداد. مقامات محلی نیز با دلیل آنکه قضیه را دادگاه حل خواهد کرد شرح ندادند. دعواگران تاکنون به مقامات حفظی حقوق مراجعت کردند. دادستانی در سند گفته است از پهلوی این زمین جویبار عظیم می‌گذرد و خوف آمدن سیل وجود دارد. در این میان اکثرا مردم عادی رنج می‌کشند که بعد گرفتن قرار درباره نصیب آنها شدن پارچه از زمین با زحمت و پول زیاد خانه یا باغ می‌سازند، ولی بعد 1 یا 2 سال با دیگر شدن رئیس ناحیه همه چیز را از دست می‌دهند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.
فردا یکی از اولین و موثرترین گروه رسانه‌های مستقل تاجیکستان آزیا پلوس 30مین سالگرد پایه‌گذاریش را جشن می‌گیرد. در عرفه این سنه خبرنگاران رادیو زودی ارشاد سلیمانی و امیر سویف اویدی برده‌باختی رسانه مذکور در این 13 ساله با مسئولان آن و کارشناسان ساحه صحبت کردند. رستم گلوف متخصص فناوری‌های اطلاعاتی آخرین کسی است که به گروه رسانه‌های آزیا پلوس به کار گرفتند. او حالا با وارد کردن هوش مصنوعی در کار این رسانه مشغول است. بعضی ابزارهایی هست که مثلا حاضر در سامانه نو راه اندازی کردن می‌خواهیم به مثالی اسیستنت ذهنی سونی که به محرر یا اینکه مؤلف یاری میرساند که مواد آماده کرده اش را یا اینکه می‌خواهد که آماده کند تنها تزیس‌های آن را دارد تنها یک داده‌ها را دارد میتواند که دهد و متنش را ذهنی سونی آماده کرده دهد کاتگوریش انتخاب کند یا که تگ‌هایش را اضافه کند سر لوحه پیشنهاد کند. آزیا پلوس کلانترین شرکت رسانه‌ای در تاجیکستان است که سال 1996 کار خود را آغاز کرد. امید باباخانوف میگوید هدف نشان دادن چهره واقعی تاجیکستان بود. وقت جنگ گراجدانی میرفت در تاجیکستان و ما میدیدیم که بیرون از تاجیکستان درباره جمعیت ما فقط خبرهای حربی میرفتن. یعنی که در اونجا ترک شد، در اونجا آدم کشتن، در اونجا اپوزیسیا فلان کار کرده است و گرچندی که ما در تاجیکستان زندگی میکردیم و میدیدیم که زندگی صرف نظر از جنگ گراجدانی زندگی مردم رفته ایستاده است. من فکر کردم که خوب میشد که ما به جهانیان کارتینه پوره رو پیشنهاد کنیم. با شروع از یک بولتن ساده، آزیا پلوس بعدها به یک شرکت بزرگ رسانه‌ای در تاجیکستان تبدیل شد. امروز آزیا پلوس یک مدیا هولدینگ کلان است. از ترکیب آزیا پلوس این هست روزنامه آزیا پلوس، آژانسی اطلاعاتی و رادیو آزیا پلوس. لیکن در نوبت خود آژانسی باز با چندین بخش‌ها تقسیم می شود، از جمله بخش روسی، بخش تاجیکی، بخش کار با شبکه‌های اجتماعی یا که SMM، بخش نوارو ثبت و ویدیو، بخش انگلیسی داریم و همچنین بخش فروش. در حال حاضر بخش شبکه‌های اجتماعی یکی از پایگاه‌های اساسی اطلاع رسانی است که آزیا پلوس روی آن بیشتر حساب می‌کند و به گفته مسئولانش آنجا 10 کارمند کار می‌کند و بیش از 2 میلیون کاربر دارند. بازنشر این بازنشر پوره همه خبرها نیست. ما اون رو برای هر یک شبکه الهیده آماده میکنیم، تحریر میکنیم، متن رو کوتاه و دراز میکنیم، با قالب و فرمت های گوناگون میگذاریم. آزیا پلوس در آغاز بیشتر با زبان روسی فعالیت داشت. حالا بخش تاجیکی قسمت بیشتری کار این رسانه را در بر میگیرد. جسور عبداللایف مدیر بخش تاجیکی آزیا پلوس در برابر مشکلات دیگر ناسازگاری فضای اطلاعاتی را یکی از دشواری‌های عمده کار روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می‌داند. یعنی فضا اینجای پنهان کردن نیست، با اون حد آزاد و مساعد نیست که رسانه به طور کامل رشد کند و رسالت خود را انجام دهد. در پی تنگ شدن فضای آزادی بیان و از میان رفتن رسانه‌ها، آزیا پلوس از کمترین رسانه‌های مستقل در تاجیکستان باقی مانده است. شهلا اکابیر و کارشناسی ساحه رسانه‌ها به نقش نظررسی آن در محیط رسانه‌ای تاجیکستان اشاره می‌کند. که آزیا پلوس یکی از رسانه‌های در حقیقت خبرساز است. دیگر اینکه آزیا پلوس از جمله اون رسانه تاجیکستانی است که بیرون از تاجیکستان خیلی مشتری زیاد دارد و در اکثر موارد نفران بیرون از تاجیکستان اخبار را درباره تاجیکستان از آزیا پلوس استفاده میکنند و فکر میکنم که بسیار یک نقش بارز دارد آزیا پلوس. صرف نظر از هم قدمی کامیابی و ناکامی تاجیکستان بودن آزیا پلوس در جریان 30 سال اخیر، در بعضی موارد این رسانه از انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان خودداری کرده است. از جمله ماه می سال 2022 این رسانه با نشر بیانیه اعلان کرد که بنابر فشار مقامات از بازتاب واقعه‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری می‌کند. حالا مدیر کل آزیا پلوس هرچند از فضای موجود راضی نیست، با گذشت 30 سال هنوز هم با امید بهتر شدن فضا کار رسانه‌های زیر رهبریش را ادامه می‌دهد.
برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار.